مشهد پایتخت معنوی ایران. اتوبوس، تاکسی، قطار شهری، شما برای سفرهای درون شهری کدام را انتخاب می‌کنید؟ از آنجا که مدیریت سامانه حمل و نقل عمومی از اهمیت فوق‌العاده‌ای در افزایش رفاه حال شهروندان برخوردار است، شهرداری مشهد با ایجاد، توسعه و نوسازی سامانه مترو، تاکسی و اتوبوس سفرهای درون شهری را آسان، سریع و ایمن ساخته است. سامانه اتوبوسرانی 2 برابر شدن ناوگان فعال، طی 3 سال بهره برداری و راه اندازی بیش از 20 پروژه توسط سازمان اتوبوسرانی با اعتباری بالغ بر 1700 میلیارد ریال در زمینه‌های توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و ایجاد، تجهیز و زیباسازی پایانه‌ها و ایستگاه‌ها، اصلاح و افزایش خطوط اتوبوسرانی، ایجاد و توسعه خطوط تندرو، ایجاد و توسعه تعمیرگاه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و کاهش 50% تصادفات نسبت به سال 87 از اقدامات برجسته سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در چند سال اخیر بوده است. سامانه تاکسیرانی، ایجاد 141 خط تاکسیرانی شهری، کاهش عمر متوسط ناوگان به حدود 6 سال، ساماندهی مسافربرهای شخصی و سرویس‌های مدارس، تجهیز ناوگان به سیستم هوشمند حمل و نقل درون شهری، ارتقاء سطوح نظارت بر عملکرد ناوگان از طریق نظارت تصویری، سیستم AVI و تقویت بازرسی میدانی و در نهایت تدوین و اجرای نظام جامع آموزش‌های مهارتی و تخصصی تاکسیرانان از مهمترین اقدامات سازمان تاکسیرانی شهرداری در سالهای اخیر بوده است. سامانه قطار شهری، بهره برداری از خط 1 قطار شهری به طول 19 کیلومتر با 24 ایستگاه در سال 1389 سبب شده همکنون روزانه 85,000 نفر از این ناوگان بهره مند شوند که این آمار روز به روز نیز در حال افزایش است. عملیات اجرایی خط 2 قطار شهری با استفاده از 2 دستگاه حفاری مکانیزه به طول 14 کیلومتر و 12 ایستگاه توسط شرکت قطار شهری مشهد آغاز شده است. به یاد داشته باشید در شهر مشهد روزانه حدود 4.5 میلیون سفر درون شهری انجام می شود که این میزان طی 10 سال آینده به بیش از 5 میلیون سفر افزایش خواهد یافت. این همه حاصل تلاش خادمان شهر است. اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد.